جلسه پیش تا اینجا پیش رفتیم که اومدیم شبکه بندیمون رو تکمیل کردیم داخل ایتپس. حتی من بهتون نشون دادم که چطوری میتونید از طریق اتوکد پلانتون رو وارد ایتپس بکنید. حتما اینو در نظر داشته باشین مرحله به مرحله که پیش میرین فایل ایتپستون سیو بگیریم. خب الان نوبت این رسیده که ما بیایم ارتفاع طبقات رو اینجا وارد کنیم. برای اینکه ما این کار رو انجام بدیم باید وارد فایل اتوکدمون بشیم. خب به سکشنمون میریم، سکشن مقطع آ. در پلان اتوکدمون میریم به سکشنی که داریم، به اینجا. اگه که دقت کنین معمارمون اومده کدای ارتفاعی رو وارد کرده به ترتیب تا خرپشته. اولین کد ارتفاعی که داریم منفی 88، بعد میایم 00 380 686 992 1298 1604 19 22 16 و 2486. یه وقتایی معمار ما میاد هم کدهای ارتفاعی رو مینویسه هم کدهای سازه‌ای رو مینویسه. الان ما توی پلنمون فقط کدهای ارتفاعی رو داریم، کد سازه‌ای رو نداریم. در چنین مواقعی ما باید 10 سانتی متر به عنوان کف سازی کدهای ارتفاعی ما اضافه کنیم، یعنی یه مقداری باید پایین تر در نظرش بگیریم. حالا وارد برنامه ایتپسمون میشیم و در اونجا کدهای ارتفاعیمون رو وارد میکنیم. برای اینکه کدهای ارتفاعی و تعداد طبقاتمون رو وارد کنیم توی برنامه ایتپس میایم روی صفحه کلیک راست میکنیم، اد مودیفای گریدز رو میزنیم. اینجا مودیفای شو استوری دیتا رو داریم. اینجا رو اگه کلیک کنیم این پنجره‌ای که برای ما باز میشه، ما میتونیم در اینجا تعداد طبقات، ارتفاعشون رو مشخص کنیم. در این پنجره‌ای که باز میشه ما اینجا یه گزینه‌ای رو داریم کویک اد استوری. اینا اگه روش یه دونه کلیک بکنیم ببین اینجا توی قسمت طبقات بهش اضافه میکنه. خب ما الان چند طبقه داریم توی پلان معماریمون؟ بریم اینو مشخص کنیم. ما در پلان معماریمون میشماریم که چند تا سقف داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا سقف داریم. میدونیم هم که یه دونه زیرزمین داریم، بعد میاد میشه 0 ما. دوباره برمیگردیم به نرم افزار ایتپس. ببین پس شد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. حالا میایم روی مودیفای شو استوری دیتا میزنیم. بالاترین طبقه‌ای که ما داریم خرپشت است. بالاترین سقفی که داریم خرپشت است. اینو میذاریمش تاپ. حروف بزرگم می‌نویسمش که مشخص باشه. سقف پشت بونمون رو میذاریم روف. یه دونه منفی داریم که منفیمون رو میذاریم استوری -1. اینو میتونیم بذاریم استوری جی. اینو میذاریم استوری جی 1 میشه 2 3 4 و 5. درست شد؟ بزن بیسو داریم دیگه. این نام هایی که برای طبقات در نظر میگیری حواست باشه نام هایی باشه که طبق استاندارد باشه و اگر یه شخصی اومد فایل شما رو مورد بررسی قرار بده گیج نشه. مثلا شما به جای استوری -1 حالا مثلا یه اسم دیگه رو براش میذاری ولی تو ذهن خودت استوری -1.
استوری بیسمنت هم میتونی بذاری. ما الان باید کدهای ارتفاعی وارد کنیم. پایین ترین کد ارتفاعی که داشتیم چند بود؟ 2.88 بود که من گفتم باید 40 سانتم بهش کفسازی لحاظ بشه که میشه 3.28. حواست باشه الان توی قسمت بیس باید تراز ارتفاعی رو وارد کنی. پایین ترین ترازی که داشتیم چند بود؟ -2.88. 40 سانت گفتم بهش کفسازی باید اضافه بشه، پس میشه -14 که عددش میشه -3.28. حواست باشه که اینا رو با هم دیگه قاطی نکنی. ما نمیتونیم برای اینکه جمع بشه منفی در منفی باید اعمال بشه که جمعشون این عددی که ما میخوایم به دست بیاد. طبقه بعدی ما رو از 0 باید برسونه به 3.80. پس اینجا میشه 3.8. طبقه بعدی 6.86 بود. اینو اگر که ما از 3.80 کم بکنیم میشه 3.06. خب این میشه ارتفاع طبقه بالاترمون. از این طبقه به بالا اگر که شما چک کنین، یعنی عددا رو از عدد قبلیش کم بکنین، متوجه میشید که 3.06 تکرار شده. حالا من خاطر اینکه وقت آموزشمون گرفته نشه دیگه نمیام که چیز بکنم، شما خودت ولی انجامش بده که متوجه بشی 3.06 تکرار شده و من هم اینو تکرار میکنم. طبقه روفمون هم همینطور. اما در طبقه وارد نشون، اما در طبقه تاپمون یا همون خرپشته داشتیم 2.70. الان ببین چقدر شد؟ 24.08. اگه تو پلان معماریمون بریم چک کنیم بالاترین تراز ارتفاعیمون همین عدد باید باشه. خب به پلان معماریمون میایم، بالاترین ترازی که داریم 24.86. الان یه نکته ای داریم. من گفتم کدهای ارتفاعی که داریم کدهای سازه‌ای نیست و باید 10 سانتی متر کفسازی ازش کم بشه. الان اگه من تو این استوری منهای یکمون 10 سانتی متر کم کنم، شما میبینید که تو همه طبقات تأثیرشو گذاشت. یعنی فقط کافیه که توی یه دونه انجام بدین، خود نرم افزار میاد قسمت الیویشن تمام اونا رو ازش 10 سانتی متر کم میکنه. ستون بعدی که داریم مستر استوری هستش. در اینجا شما میتونید چیکار کنی؟ میتونید یه طبقه یا به عنوان مبنا قرار بدی و بگی که و بیای انتخاب کنی که چه طبقاتی از این طبقه‌ای که من مشخص کردم پیروی کنن. یعنی چی؟ یعنی اگر که من یه تیری رو ترسیم میکنم، یه ستونی رو ترسیم میکنم، توی اون طبقه هم به همون شکل ترسیم بشه. چی کار میکنی؟ میای اینو حالت مبنا میذاری، یه اسم میذاری و این دوتایی که مثلا ببین نگاه کن الان تو این قسمت بالا اینا مثلا مثل هم شدن، درسته؟ یس زده. خب اینا مثل هم هستن ولی در این دو طبقه مثلا نیستن. شما میتونی بیا اینجا مشخص کنی که از استوری -1 پیروی کنه. ولی من الان نمیخوام که از این گزینه استفاده بکنم، نیازی ندارم که این کارو داشته باشمش. میام یه کنترل C میزنم، همه اینا رو یه کنترل V میزنم. اگر که جایی نیاز داشته باشه تو حین طراحی که بخوام از این داستان استفاده بکنم، برمیگردم و اینجا رو درستش میکنم، ولی الان نیازی ندارم. ستون بعدی که داریم اسپلایس استوریه. این چی به ما میگه؟ ببین مثلا یه ستونی رو اومدی توی طبقه رسم کردی، اونجا قطع شده، بعد دوباره مثلا تو طبقه بالاتر بهش اضافه شده. خب ما توی سازهای بتونی همچین چیزی رو نداریم. خب پس این باید رو حالت نو قرار بگیره. به طبع از این قسمت هم هیچ استفاده ای نمیتونیم ببریم. اینجا هم میتونی رنگ طبقات رو عوض بکنی، هر رنگی که دوست داری و
انتخاب کنی و ازش استفاده کنی. الان یه چیز دیگه که باقی مونده من توی این پنجره بهتون توضیح بدم. همین الان یک کلیک راست کن روی این صفحه. 2 تا گزینه داری، اد استوری، دیلیت استوری. 2 تا گزینه داریم اینجا. گزینه اول چی میگه؟ بریم داخلش. نوشته که نیو استوری دیتا. خب یه طبقه جدید رو میتونی اضافه کنی. توی قسمت اولش ارتفاع طبقت رو میزنی، توی قسمت دومش اسم طبقه‌ای که میخوای وارد بشه. در اینجا نیو استوری لوکیشن رو داری که میگه تو کدوم قسمت میخوای وارد کنی. اگر که مثلا من 3 رو بزنم، بالای طبقه 3 برای من یه طبقه رو ایجاد میکنه. اگه استوری -1 رو بزنم، بالای -1 میاد یه طبقه رو ایجاد میکنه. این قسمت پایین هم میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که الان این طبقه‌ای که ایجاد کردی میخوای شبیه کدوم طبقات باشه. مثلا من بالای طبقه 2 یه طبقه ایجاد کردم ولی میخوام شبیه طبقه 5 هم باشه. میام از اینجا استفاده میکنم و به این طریق، چون که من نمیخوام تغییراتی رو اعمال کنم، پس کنسل رو میزنم و میام بیرون. خب اگه دوباره یه کلیک راست بکنیم و در این قسمت پایین الیویشنی که میخواد، ببین اینجا فقط یه ارتفاع تراز طبقه میخواد. مثلا شما میخوای بالای این ارتفاع طبقت 15.94 یه طبقه دیگه زده بشه. خب میدونی که باید 3.06 به این طبقه اضافه بشه. وقتی که اون تراز ارتفاعی رو بهش وارد کنی، بالای اون ساخته میشه به ترتیبش. حالا هر جایی که خاصی اضافه بکنی دیگه، فقط یه تراز طبقه ازت میخواد. طبقه رو وارد میکنی و اوکی. الان چون من نمیخوام که این اتفاق بیفته، کنسل میکنم. میریم به دیلیت استوری. اینجا چی میگه؟ اینجا میگه هم طبقه رو حذف میکنه، هم ارتفاع سازه‌ای رو حذف میکنه. ولی توی قسمت کیپ ارتفاع سازه‌ای رو نگه میداره و به طبقه بالایش میده. یعنی فقط طبقه حذف میشه ولی ارتفاع سازه‌ای حذف نمیشه. این تفاوتیه که این دوتا با هم دیگه داره. یه گزینه دیگه هم اینجا داریم، set story names to default. اگر که نام طبقات رو تغییر داده باشی، با زدن این دکمه خود ایتابس میاد به صورت دیفالت نامش رو درست میکنه. یعنی اون چیزی که به صورت پیش‌فرض هست رو درست میکنه. این برای این هستش. اوکی میکنیم. خب الان اگر که اوکی بزنیم، ببینیم دقیقاً تعداد طبقات ما هستش اینجا. Staircase ramp mold. Automatically adjustable staircase ramp mold with landing. This system is used to make ready mixed concrete stairs using formwork. After the iron skeleton is put into the mold, the concrete is poured and the ladder is ready after it dries. Precast concrete. I guess this is one of the easiest ways to build a building. In this system, the walls of the building, etc., are manufactured in the factory and only assembled at the construction site.
precast construction can provide reduced time on site, reduced propping/scaffolding costs, lower site labor costs, and lower material storage costs. Reduced environmental impact. Manufacturing in a controlled factory environment is more efficient than traditional construction, with less noise, air pollution, and debris on site. It uses recycled materials in production and allows benefits of thermal mass to be incorporated into designs. و میتونیم از اینجا ببینیم، اینجا تا بیس رو داریم، استوری -1، استوری جی. بعد این توضیحاتی که دادم لازم دونستم که شما رو بیشتر با راسکی که ایتابس آشناتون کنم. ببین ما گزینه اولش رو متوجه شدیم که برای چه کاری استفاده میشه، چه قسمتی رو میتونیم ادیت کنیم. گزینه دومی که داریم گلو جونز تو گریت هستش. به صورت پیش‌فرض غیر فعال این گزینه. اگر که فعالش کنیم گره هایی که داریم به علاوه خطوط شبکه اینا با هم دیگه متصل میشه و وقتی که داریم جابجا میکنیم هر دوی اینا جابجا میشه. در واقع شکل هندسی سازه اصلاح میشه. به صورت پیش‌فرضم غیر فعال است، پس ما کارش نداریم، به همون صورت غیر فعال بمونه. گزینه بعدی که داریم Lock on Screen Grid System Edit هستش. اگر که فعال باشه به راحتی میتونی خطوط شبکه رو انتخاب کنی. ببین الان راحت میتونی انتخاب بکنی. حالا اگر که فعال نباشه دیگه نمیتونی که چیزی رو انتخاب بکنی. گزینه بعدی که داریم Set Grid System Visibility. ببین این برای موقعیه که تو میخوای یه سری ترسیمات رو انجام بدی ولی این شبکه بندیه اذیتت میکنه، نمیذاره درست اون قسمتی که میخوای رو ببینی. برای همین میای روی این گزینه کلیک میکنی. وقتی کلیک میکنی دیگه شبکه بندی وجود نداره، تو فقط ترسیمات و اتصالات و گره هایی که داری رو میبینی. خب این برای اون مواقع است. گزینه بعدی که داریم Show Select Object Only. در اینجا فقط موضوعاتی که انتخاب شدن رو نمایش میده. به عنوان مثال شما فرض کنید که یه خطی رو مثلا از اینجا کشیدی، بعد میاد اینجا، بعد یه خط اینجا. وقتی که بیای این Select Object رو بزنی، حالا بیای کلیک راست بکنی و اینو بزنی، فقط و فقط اون خطی که شما Select Object کردی اون رو نشون میده. گزینه بعدی که داریم Invert Visibility of Object. این برعکس اون میاد عمل میکنه. ببین الان اون خطی که شما مشخصش کرده بودی و پنهانش میکنه، اونایی که مشخص نکردی و نشون میده. پس این دوتا گزینه تضاد به هم دیگه داره. اینو که بزنی خطی رو نمایش میده که تو مشخصش کردی، اون یکی برعکسش میشه. گزینه بعدی که داریم Hide Select Object هستش. اینجا خطوطی رو که شما مشخص میکنی و هیدن میکنه. گزینه بعدی که داریم Restore Visibility of Prevision Selection. اینو اگر که بزنیم حالتهای قبلی که مشخص کردیم و میاد بهمون نمایش میده. مثلا یه خطی رو قبلا مشخص کردی، سلکتش کردی، این روی این گزینه بزنی میاد بهت نشون میده. گزینه بعدی که داریم Show All Object هستش. اینجا کل خطوط رو بهمون نمایش میده. شما فکر کن که مثلا حالا همه اینا حذف شده باشه، این میاد کل خطوط رو دوباره بهمون نمایش میده. توی این قسمت مهمترین گزینه‌ای که داریم اسنپ آپشنز. اسنپ آپشنز یکی از مهمترین گزینه‌هایی هستش که ما داریم. اسنپ تو جونز این در مورد این صحبت میکنه، در مورد گره هایی که ما داریم صحبت میکنه، تیر به ستون، تمام چیزایی که هستش دیگه.
از طریق این وقتی میخوایم رسم کنیم راحت انتهاشو میتونه که برامون مشخص کنه و ما راحت ترسیممون رو انجام بدیم. گزینه بعدی که داریم line ends and midpoints هستش. با کلیک کردن روی این گزینه شما انتهای خطتو و وسط خطتو به راحتی میتونی پیدا بکنی، راحت میتونی ترسیمتو انجام بدی. یه مطلب دیگه هم که هست نقاط کناری مربوط به کف ها رو هم میتونی راحت به دست بیاری با فعال بودن این گزینه و راحت ترسیمشون کنی. گزینه بعدی که داریم Grid Intersections هستش که نقاط تقاطع خطوط شبکه رو میتونی باهاش مشخص کنی. گزینه بعدی که داریم Lines and Frames هستش که خطوط و علمان های قاب ها رو راحت میتونه به ما نمایش بده. گزینه بعدی که داریم Edges هستش، معنی کلمش هم مشخصه دیگه، لبه های علمان ها، کف، دیوارها، رمپ ها رو میتونیم راحت بهمون نمایش میده و مشخص میکنه، خیلی کارمون رو ساده میکنه در هنگام ترسیم. گزینه بعدی که داریم Perpendicular Projection هستش، برای ترسیم خطوط عمود به یه فاصله رو میتونیم انجام بدیم. مثلا شما فرض کنید که یه خطی رو دارین، یه خطی رو کشیدین، میخواین که به عمود به اون یه خط دیگه رو ترسیم کنین، دقیقا براتون مشخص میکنه که چطوری میتونید این کار رو انجام بدید. حالا در این طراحی انجامش میدیم دقیقا متوجه میشین که به چه صورته، به چه کاربرد خوبی داره. گزینه بعدی که داریم Intersection هستش، در محل برخورد دو المان دقیقاً در تقاطع خودشون گره ها رو به ما نشون میده. گزینه بعدی که داریم Fine Grid هستش، در ترسیم سازه اضافه بر خطوط شبکه‌ای که وجود داره و چیزهایی که تعریف کردیم یه سری خطوط ریز هم وجود داره، نقاطی که ریز هستن و با روشن کردن این گزینه میتونیم این گره ها رو ببینیم. گزینه بعدی که داریم گزینه Extensions هستش. وقتی که بخوایم یه خطی رو در امتداد یه خط دیگه بخوایم که ترسیم بکنیم، وقتی این تیک این گزینه رو بزنیم به راحتی میتونیم که ترسیممون رو انجام بدیم. گزینه بعدی که داریم Parallels هستش، دو خط موازی رو شما میتونید که از این طریق ترسیم کنید. برای ترسیم خطوط موازی با فعال سازی این تیک راحت میتونید که انجامش بدید. گزینه بعدی که داریم Intelligent Snap هستش که یه سری گیره ها رو به صورت هوشمندانه خودش انتخاب میکنه، یعنی شما روی اون المان، روی اون خطی که وایسین خودش متصل میشه. گزینه بعدی که داریم Arc Layer هستش، این گزینه برای مواقعی خوبه، شما مثل اون شبکه بندی بود که از اتوکد آوردیم داخل ایتابس، مثل اون دارم اینجوری براتون مثال میذارم که قشنگ براتون جا بیفته. گره هایی که اونجا هستن و شما با فعال سازی این تیک راحت میتونید که کارتون رو پیش ببرید. این قسمت پایین Snap Increments، اینجا شما میتونی که دقت گره ها رو تنظیم کنی، مثلا مقدار زومش رو تغییر بدی، مقدارش رو کاهش بدی، افزایش بدی، اعداد به صورت پیش‌فرض باشه. ما هم با این اعداد مشکل نداریم، پس این اعداد رو بهشون دست نمیزنیم. در این قسمت بالا ستینگ شما میتونی که اندازه فاصله ریزی گره هات رو مشخص کنی، مثلا اینجا زده 250 میلیمتر 25 سانتی متر، یا اینکه در قسمت پایینش میتونی فاصله‌ای که خطا رو میتونی باهاش با یک کلیک انتقال بدی. این هر کلیکی که انجام بدی 25 سانت خطت رو به اون طرفی که بخوای هدایتش کنی میفرسته. گزینه بعدی که داریم Screen Section Tolerance هستش. وقتی که میخوای یه عضو رو مشخص کنی باید فاصله این فلش موست با اون عضوی که داری توی فاصله توی مگاپیکسل اینا قرار میگیره، این فاصله هست. و پایینم مثل گزینه بالاه
ولی برای ترسیم انجام میشه، یعنی اون فاصله برای ترسیم. دراینگ اسکیل هم که اسکیلی هستش که ما داریم دیگه 1:10، همین اسکیل باقی بمونه، اسکیلی 1:10. اینجا دیگه چیزی برای توضیح وجود نداره، پنجره رو میبندیم. گزینه بعدی که داریم draw using snap only هستش. ببین وقتی که این تیک فعال باشه، بر اساس این انتخاباتی که توی اسنپ داشتی این ترسیمات انجام میگیره. خب این خوبه که تیکش فعال باشه، این کمک میکنه که تو موقع ترسیم دقت بیشتری رو داشته باشیم. در قسمت گرافیکس اینجا هم فونت رو میتونی تغییر بدی، فونت های متفاوتی رو داریم. بعد مکسیمم فونت سایز رو میتونی بنویسی، مینیمم فونت سایز رو میتونی بنویسی، کوالیتیش رو میتونی بنویسی. یعنی این چیزایی هستش که تنظیماتی هستش که داره، ولی ما اینا رو به صورت پیش‌فرض میذاریم باقی بمونه. دو تا گزینه وجود داره. انتی الیاسینگ، این تیک وقتی که فعال باشه شما اونو خیلی سطح صاف و نرمی رو مشاهده میکنی. یعنی این وظیفه این تیک اینه که شما سطحی رو که دارین مشاهده میکنین یه سطح شفاف و یه همچین حالتی داره. گزینه پایینی هم وقتی که شما داری یه سری خطوط رو در صفحه مشاهده میکنی، ضخامت‌های اونها به صورت ثابت باقی میمونه، یعنی ضخامت‌هاشو تغییری توش نمیبینی با فعالسازی این تیک. این گزینه سوم هم برای سایه‌زنیه از طریق Set Display Options. این گزینه‌ای که اینجا هستش که من نمیتونم بازش کنم، باید این پنجره رو ببندم. از اینجا یه گزینه‌ای داره که شما میتونید سایه‌زنیتون رو انجام بدین، این تیکه اینا اگر که زده باشین. این دوتا گزینه پایینی هم که داریم سایز، برای زوم کردن شما این اسکرول رو وسط موس رو که میچرخونی مثلا به اندازه چقدر میخوای زوم بشه، هر باری که میچرخونی اون اندازه‌ای که شما نوشتین زوم رو انجام میده. در این قسمت پایین هم شما فکر کنید که مثلا یه قسمتی رو سلکت کردین، بعد اون درصدی که درصد جذب شوندگی که میخواین که این سایز زومی که میخواین رو داشته باشه رو اونجا به ما مشخص میکنه. از اینجا میایم بیرون. اینجا دیگه ما توضیحات رو راجع به کلیک راست دادیم، دیگه چیز دیگه نداریم. خدا قوت، مراقب خودتون باشین.